یه حدیث هست در صحیح بخاری و مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد یک کودک میگذشتند. اون کودک دادری انس بود. کنیش ابو عمیر بود، پدری عمیر. بعد او گنجشک بازی میکرد عادتاً. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیشش میگذرند که دیگر غمگین نشسته است، گنجشکش مرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ابا عمیر ما فعل النغیر. ابو عمیر گنجشکات کجا شد؟ گنجشکت کنی؟ قال مات یا رسول الله. گفت که مرد یا رسول الله. تمام. همین حدیثه در صحیح بخاری. ولی من حدیثه کم در شرح داده به شما فهمانم. اصلی حدیثه میخوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد یک کودک گذشتن و گفتن که ابو عمیر گنجشکت کجا؟ گفت که مرد یا رسول الله. بعضی آدم ها امام بخاری و دیگر محدث ها را امام مسلم را طعنه کردن که این محدث ها دیوانه‌اند چی؟ نخواد همین حدیث باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد یک کودک گذشتند و گفتن که ابو عمیر گنجشکت کجا شد؟ این چی حدیث است؟ اینه برای چی در کتاب آوردم؟ این محدث ها فهم دارد. گفته محدث ها را تنقیح کردن و امام شافعی یک شب از همین حدیث 70 مسئله برآورده. این فقیه میگفت. فقیه یعنی از یک حدیث فهمش چقور هست، مسئله میبرارد، یعنی به سوال جواب عصبی داخل همین حدیث پیدا میکن. بعد یوسف ابن عبدالبر یکی از علمای مغربی که از مالکی است، شافعی نیست. امام شافعی 70 مسئله برآورده. یوسف ابن عبدالبر 30 مسئله دیگر برآوردن، 100 مسئله. از همین یه حدیثی که بعضی ها انتقاد گرفته است از محدث ها که محدث ها دیوانه است این حدیث روایت میکنه. 100 مسئله برآورده، یعنی به 100 سوال جواب. از جمله اینکه نماز جماعت به کودکان واجب نبوده است. چون که اگر واجب میشه پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار بوده که باید عمل کنه. امر معروف نهی منکر واجب است. یعنی باید یه آدم ببینن که گناه کرده ایستاده است و باید از این کارش انکار کنن. نرفتن به نماز جماعت در نزد اکثر علما گناه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم کودک دیدند و خیلی به نماز جماعت نمیگفتن. یک مسئله نماز جماعت به کودک واجب نبوده است. اما مسئله دیگر، حال انسان فرزندش نیست و الکی کنیه دارد. ابو عمیر نامش شاید دیگر چیز است ولی که کنیهش پدری عمیر. حال عمیر نیست و از کجای پدری عمیر؟ یعنی جایز بود است. چون که ما عایشه مادرمون حضرت عایشه هم ام عبدالله بودن، مادر عبدالله بودن. این یک مسئله. یک مسئله نگاه داشتن حیوان ها و پرنده ها در قفس جایز است به شرطی که اگر انسان نگاه خوبی کند. چون که این کودک گنجشک بازی میکرد، در قفسش گنجشک داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگفتن که گنجشک سرده، مومن خودش رزقش یافته خورد و این کاردار نشو، این بیچاره جانور زندانی نکن. نمیگفتن، این کار نمیکردن. این دلالت میکند که نگاه داشتن حیوان ها و پرنده ها مانند سعوه یا کپک نگاه داشتنش اجازت است اگر به شرطی که دانشتا در وقتش آب و دانش را دیم. این یک مسئله دیدی؟ همین سر مسئله برآورده. ولی محدث های بودن که از حدیث فقه نداشتن، مسئله برآورده نمیتونستن. فقیه های بودن که علم حدیث نداشتن لیکن فقه داشتن، فهم داشتن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه رب حامل فقه الی من هو افقه منه. گاه بردارنده فقه، بردارنده علم به سوی آدمی که از او دیده فقیه تر. یعنی آدم میشه محدث، حدیث حفظ کرده آمده است به دیگران رسانیده است، و اون آدم از این حدیث مسئله برآورده است. یعنی آدم گاه علم را برداشته به دیگر کس میبرد، آن آدم از این علم های دیگر را استنباط میکنه، معنا میبرد. بنابراین در همه آنها خیر است، هم محدثا هم فقها رحمت الله علی الجمیع و تمام علمای اسلام مهربانی های الله تعالی. الله تعالی از آنها راضی شود. دین اسلام را نچکانیده و نریزانیده، جان خود را، مال خود را، آبروی خود را در خطر گذاشته، در حیات فقیران صبر کرده علم را به ما رساند. جیل به جیل
نسل به نسل به ما رسیده آمد. الله تعالی از همه علما، محدثین، فقها از همه آنها راضی باشه.